فسنجان، خورش سنتی ایرانی با گردو و رب انار. گردو را در غذاساز تا حالت خمیری آسیاب کنید. مرغ را در روغن داغ تا طلایی شدن تفت دهید. پیاز را در همان قابلمه تا نرم شدن بپزید. خمیر گردو را با پیاز مخلوط کنید. آب، رب انار و ادویه ها را اضافه کنید. مرغ را برگردانده و 45 دقیقه بجوشانید. طعم را چشیده و در صورت نیاز قند اضافه کنید.